به قرآن آتیشت میزنم. این پسره کیه باش رفتی بیرون ها؟ راجب چی حرف میزنی داداش؟ به خدا من با هیچ پسری حرف نزدم. Hüseyin ne mi olup da tadı bu da değil. Şimdi konuşla işte diyelim görün ne mi oldu da. بلنش بدو. من تو کل عمرم به یه دختر نگاه چپ نکردم که کسی وجود نداشته باشه به تو نزدیک بشه. بعد تو رفتی این کارو کردی، با این پسر نشست و برخاست کردی، بعد عکست باید بیاد تو گوشی من. پات بخوری کف پاسپورت جفت پاهاتو قلم میکنم. میشین تو ماشین تا من بیام. پیاده شو. چی شده خب؟ پیاده شو. روزت مبارک. Ne varmışsın mı dersin? حالا اون شکل شد. عشق داداش با کفتراش خونه باباش بمیرم براش. بفرمایید. خیلی بیشوری. واقعا این برای منه؟ مال خودته. مگه دوستش نداشتی؟ آره. یه چیز دیگه هم هست. روزت مبارک. مرسی. روز دختر رو به تمامی دخترها تبریک میگم. البته من فقط خانواده‌مو رو سورپرایز میکنم. اعتقادی هم به نکس و اکس و تکس و پارتنر و اینا نرم. به شما هم توصیه میکنم خانواده‌تون سورپرایز کنید. مبارکتون باشه دخترها. با موتور بیا. چجوری روشن میشه؟ تو بلد نیستی داره چی میگی برام بخواد. پیاده شو.